عین حال من به شما بریدن و شکلدهی درخت آلو را نشان میدهم که چنین میباشد. و پیش از همه باید ما نوده مرکزی را باید انتخاب کنیم که نوده مرکزی باید 20-30 سانتی متر باید از دیگر نوده پهلوی باید بلندتر باشد. نوده های یکساله چون دیگر درخت ها از یک قسمش بریده میپرتوییم. اکنون نوده مرکزی را از بالاترش 20-30 سانتی متر بالا بریده میپرتوییم. این نهاله که ما به شکل در آوردیم شکل زینه به زینه را گرفت.